الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدان، بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 83 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما یکی از بزرگترین مسائلی که تعلق به توحید الوهیت دارد و تعلق به همه نمود عبادت دارد بیان کرده می شود. این رکنی عبادت هست و شرط صحتی انجام دادن عبادت هست. برادران و خواهران عزیزم، هر عملی که عبادت است و انسان به الله این عبادت را انجام می دهد، 2 رکن دارد و 3 شرط دارد. البته رکن چی معنی دارد؟ رکن چیزی اساسی در همین عبادت که انسان اگر همین چیزی اساسی را به جا نآورد عبادتش باطل است، عبادتش قبول نیست و عبادتش صحیح نیست. رکن یعنی از همه چیزی اساسی همین عبادت که از خود عبادت است. عبادت به این 2 چیز عبادت گفتنش ناممکن است. شرط چی؟ شرط صحت، شرط هایی که بیرون از عبادت است اما برای صحیح بودن عبادت باید همین شرط ها به وجود آید. اگر شرط ها به وجود نآید عبادت صحیح حسابیده نمی شود. بارک الله فیکم. رکن و شرط مختصرا معنایش همین است. رکن از درون خود عبادت است که رکن را از عبادت بیرون کردن ناممکن است. وقتی که رکن به وجود نآمد عبادت باطل است. شرط بیرون از عبادت است اما اگر شرط صحت باشد این شرط ها به وجود نآید هم عبادت باز نامقبول است، ناکامل است، صحیح نیست و قبول نیست و باطل است. بارک الله فیکم. پس هر عبادتی که بنده انجام می دهد از عبادت هایی که الله و رسولش امر کرده است که انجام بدهید، بمانند عبادت هایی که ما در یک چند حلقه به شما بیان کردیم، بمانند نماز، زکات، حج و روزه و طواف، صدقه، هجرت، جهاد. هر عبادتی که وجود دارد، کمترین عبادتی که وجود دارد، تبسم کردن و احترام کردن یک برادر موحدت که این موالات است، بعد دیدن یک کافر که براءت است، براءت کردن یک کافر که این عبادت است. کدام نمود عبادت نباشد، 2 رکن باید داشته باشد. سوال اینجاست که آیا یگان عبادت هست که به همین 2 رکن به وجود آید؟ نه، وجود ندارد. عبادت نیست که 2 رکن نداشته باشد. همه عبادت باید این 2 رکن را داشته باشد. پس این عبادت صحیح گفته می شود. عبادتی که این 2 رکن را ندارد این عبادت صحیح نیست. رکن اول الاخلاص، رکن دوم متابعت و پیروی کردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اخلاص چیست؟ اخلاص یکتا پرستی، همه عمل را تنها به الله سبحانه و تعالی انجام دادن و از شرک و کفر خلاص شدن و پاک شدن، شرک و کفر را ترک کردن، از مشرکین براءت کردن، از شرک براءت کردن، کفر به طاغوت را به جا آوردن، براءت را
و موالات را بجا آوردن و تمام عبادت را، عمل را که از عبادت است، خالصا لله، تنها به خاطر الله سبحانه و تعالی انجام دادن. انمین است اخلاص. هر عملی که میکنید، هر کاری که میکنید که از دین میحسابید، عبادت میحسابید، باید خالصا لله بکنید. باید دین الله خالص برای الله انجام داده شود. حکم کردن به حکم عبادت است، پس باید تنها خالصا به حکم الله حکم کرده شود. مراجعت کردن به محکمه، این عبادت است، پس باید به محکمه الله خالصا لله، به محکمه الله مراجعت کرده و راضی شود انسان. از همین جهت است که الله سبحانه و تعالی می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. ما امر نکردیم بجز این که الله را عبادت بکنید خالصانه، مخلصانه، و تمام دین از آن او است. همه دین، همه حکم و همه این شریعت صاحبش الله است و از آن الله است. و هر عبادتی که میکنید تنها به الله انجام بدید، به غیر الله انجام ندهید. پس اولین رکنی عبادت همین است و همین اخلاص معنای لا اله الا الله را دارد کاملا. لا اله الا الله، همین اخلاص است. اخلاص این ترک شرک، براءت جستن از شرک و مشرکین، کفر بالطاغوت و ایمان به الله، ایمان به توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات و دیگر توحیدهایی که در زیر این توحید است. انمین رو میگن اخلاص. از همین جهت بگویم کلمه لا اله الا الله را علما میگن کلمه الاخلاص، کلمه اخلاص. از همین جهت این سوره که شما قل هو الله احد میخوانید معروف است، همه میدانند، میگن اخلاص، سوره اخلاص. چرا که الله سبحانه و تعالی در این سوره کوچک بزرگترین مسئله را بیان میکند، تنها بودنش را بیان میکند که الله یکتا است، تنها است، هیچ کسی به او هرگز برابر شده نمیتواند. الله فرزندی ندارد، الله یک ذاتی است که کسی برابر او نیست. اخلاص یعنی غیر الله را انکار میکنید و یگانه الله را با تمامی قدرتش و با تمامی بزرگیش که هست بیان میکنید و ایمان میارید. اخلاص توحید است، فهمیدن معنای لا اله الا الله است. لا اله الحق، نیست معبودی بر حق الا الله، بجز الله. دیگه معبودهایی که در این دنیا وجود دارد همه اش باطل است. هر دینی که در این دنیا بجز دین اسلام وجود دارد باطل است. ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. پس بارک الله فیکم. انمین اخلاص اگر در انسان نباشد، هر عملی که انجام میدهد عملش باطل است. معنای سخنمون این است که هر کسی که موحد نیست، هر کسی که شرک در جانب از جانبهای عبادتش دارد، همه عبادت او باطل است. چرا که ضد اخلاص شرک است. هر کسی که شرک را انجام داد اخلاصش نابود شد. شرک اکبر را انجام داد اخلاصش بالکل نابود می شود و این انسان مشرک است، کافر است، تمام عملش نابود شده است. چرا که اخلاصش نابود شد، بجای اخلاص شرک آمد. اخلاص و شرک این دو نقیضان است که در یک جا جمع شدنش ناممکن است. البته شرک اکبر و اخلاص رو در نظر داریم. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگوید که لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اگر شرک را انجام بدی تمام عملهای تو حبطه میشوند، برباد میشوند و تو از جمله زیان کشیدگان خواهی بود.
پس وقتی که کسی شرک رو انجام میدهد بمانند چی؟ قبر را وسیله میگیرد، بین خود و بین الله قبر را وسیله میگیرد، از قبر طلب میکند، قبر را دعا میکند، اعتقاد دارد که قبر یک اولیاء یا پیامبر یا کسی ضرر رسانیده میتواند، فایده رسانیده میتواند. ذبح به قبر یا به جن میکند، نظر به قبر به جن میکند، یعنی عبادت رو به غیر الله انجام داده است. یا کسی به حکم الله به غیر حکم الله رسول حکم میکند، یا که مراجعت به غیر محکمه های الله سبحانه و تعالی میکند، یا که قانون میبرارد که مخالف قانون الله است سبحانه و تعالی. پس این انسان مشرک است، این انسان مشرک است. و بعد از این اگر نماز خواند، روزه دارد، حج بکند، دیگر سنت ها را انجام بدهد، دیگر عبادت ها را انجام بدهد، فایده به او ندارد. این عبادت های انجام داده ایستاده اش همه اش بیهوده است، چرا که اصل دین را ندارد، اساس دین، ریشه دین را ندارد که توحید است، اخلاص است، لا اله الا الله است، نیست معبودی بر حق بجز الله است. پس برادران و خواهران عزیز، اولین رکن عبادت توحید است، اخلاص است، که اگر به وجود آید عمل شما ان شاء الله که موافق سنت رسول الله باشد قبول است. اگر اخلاص به وجود نآید، دانید که به جای اخلاص حتما شرک می آید، دیگر چیز نمی آید. اخلاص نیست 100% شرک وجود دارد، یا اخلاص یا شرک، چیزی دیگری نیست. عمل انسان قبول نیست. از همین جهت ما همیشه به مردم میگوییم ای انسان هایی که دعوای مسلمانی دارید، از شرک دست کشید، اخلاص را عمل کنید، به اخلاص چنگ زنید، وگرنه انسانی که در حالت شرک اکبر وفات میکند، در بین مسلمانان است، در شرک اکبر وفات میکند، الله او را نمیبخشد، ابدالابد در جهنم است. الله میگه و من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار. هر کسی که به الله شرک را قرار میدهد، الله برای همون انسان مشرک و مشرک مرده که توبه نکرده مرده است، جنت را حرام کرده است، ابدالابد به جنت داخل نمیشود. بوی جنت را اقلا بو کرده نمیتواند، بوی جنت به مشامش نمیرود، چرا که او الله را تحقیر کرده، دشنام داده، قدر شناسی نکرده و باید و شاید که باید میترسید نترسیده. این همین سبب است الله غضبش میکرد. تو را خلق کرد، رزق داد، به تو وقت داد، رسول الله صلی الله علیه وسلم را فرستاد، علما را فرستاد، باز کتاب الله در بین است، سنت رسول الله وجود دارد، طالب علمان وجود دارند، داری شرک میکنی، این نبخشیده نیست. برای همین است که شرک اکبر عذر ندارد، جهل عذر نیست. هر کسی که به شرک اکبر واقع شد مشرک است. اگر در بین مسلمان ها باشد، قرآن را فهمیده، دیده و دانسته شرک کند، او خالدا مخلدا فی النار است بعد از مردنش. اگر در حقیقت در یک بادیه باشد، نو مسلمان شده باشد، یا که در بین کفار نشأت یافته بزرگ شده باشد، یعنی در حقیقت کفتکو کرده باشد و اما اسلام حقیقی توحید را نیافته، شرک را انجام داده باشد، ما میگیم که این مشرک است. عذر در مسئله حکم، بگویم در مسئله نامی مشرک بودنش عذر نیست، جهل عذر نمیشد. این مشرک است، اما خونش حرام است، مالش حرام است، این را کشتنش حرام است، اول حجت رسانیده میشد. و اگر در همین حالت بمیرد، این مشرک است، گرانیده نمیشود، یعنی در قبرستان مسلمان جنازه کرده نمیشد و بعد از مرگش این را الله سبحانه و تعالی امتحان میکند. و این اجماع علما و کلام علما است. و در این مسئله بهترین کتابی که معاصر است نوشته شده است شیخ محسن العبد، التبیان، الإيضاح والتبيين في من يستغيثون بالقبور الأولياء والصالحين. و از علمای نجد، علمای زیاده در این مسائل کتاب نوشتند، از علمای اهل سنت و جماعت. البته در این مسئله مرجئه ها، جهمی ها، مدخلی ها، جامی ها مخالف اهل سنت و جماعت هستند. پس رکن اول این شرک است که الله میگه، یعنی بگویم یعنی ترک شرک است، ببخشید،
رکن اولی عبادت این ترک شرک است و انجام دادن اخلاص است. الله سبحانه و تعالی میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله نمیبخشد کسی را که در حالت شرک وفات کرده است و کسی را که در غیر شرک وفات کرده است، یعنی مؤمن و موحد بود اما دیگر کمبودی کرد، واجبات را به جا آورد، در این حالت الله سبحانه و تعالی کسی را خواهد میبخشد و کسی را خواهد عذاب میدهد، یعنی در زیر مشیت الله است سبحانه و تعالی. رکن اول این اخلاص است و ترک شرک است. رکن دوم عبادت این متابعت شدن به پیامبر صلی الله علیه و سلم است، یعنی هر عملی که انسان میکند باید موافق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد. برای همین ما طالب علمان و مشایخ ما از علمای اهل سنت و جماعت همیشه میگویند که هر عبادتی که به خودش حجت ندارد این عبادت نیست. هر عملی را که مردم عبادت میگویند و برای اثباتش حجت وجود ندارد، حدیث صحیح وجود ندارد، پس این عبادت نیست، این بدعت است. چرا که العبادات توقیفیه الا ما يدل الدلیل على مشروعیتی. عبادت توقیفی است، یعنی عبادت ثابت می شود، به وجود می آید به واسطه قرآن و سنت. اگر قرآن و سنت یک عملی را عبادت نگفته و اجازت نداده باشد پس این عبادت نیست. هر کسی که یک عملی را به خاطر ثواب انجام داد پس عبادت گفته است و به خودش حجت ندارد پس بدعت کرده و مبتدع شده است. از همین جهت ما بسیار عبادت هایی که امروز هست به نام عبادت که اهل بدعت عبادت میگویم که این بدعت است، مخالف سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است، یا که پیامبر صلی الله علیه و سلم اصلا این عمل را انجام ندادند، صحابگان انجام ندادند، چرا که صاحب دین الله است و رسول الله صلی الله علیه و سلم از جانب الله به ما خبر دادند. پس عبادتی که اخلاص دارد رکن اول و ثابت شده است با سنت صحیح، انا همین عبادت وقتی که به وجود می آید ان شاء الله سبحانه و تعالی که قبول است. حتما الله سبحانه و تعالی رحمان رحیم است و قبول میکند. وقتی که رکن عبادت به جا آمد، شرط های عبادت به جا آمد، عبادت قبول میشود. الله سبحانه و تعالی در یک چند جای قرآن گشته و برگشته امر کرد که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، الله را اطاعت بکنید، رسول الله را اطاعت بکنید اگر ایمان داشته باشید. و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر اون چیزی که رسول الله به شما دادند بگیرید و هر اون چیزی که رسول الله شما را منع کردند، نهی کردند، پس شما ترک بکنید. الله سبحانه و تعالی میگوید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله یغفر لكم ذنوبكم، یعنی ای محمد بگو که اگر در حقیقت شما الله را دوست بدارید به من پیروی نمایید. انا همین پیروی کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم را میگن توحید متابعه. هر کسی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی نمی کند، پیروی را، متابعت به رسول الله را ترک کرده است، او مشرک شده است، چرا که توحید متابعت را ترک کرده است، به غیر رسول الله اطاعت میکند. یگانه انسانی که ما باید اطاعت بکنیم، تمام سخنش وقتی که صحیح ثابت شد اطاعت کردنش واجب است، این رسول الله صلی الله علیه و سلم است. امام اعظم رسول الله صلی الله علیه و سلم، امام الموحدین رسول الله صلی الله علیه و سلم است. کسی که سخنشون گرفته می شود و رد کرده نمی شود، این رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس اگر شما در حقیقت الله را دوست بدارید، به پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی بکنید. پس لا اله الا الله این اخلاص است. محمد رسول الله پیروی کردن از رسول الله صلی الله علیه و سلم است. محمد رسول الله چیست؟ یعنی من شهادت میدهم که ایمان آوردم و قبول کردم و تصدیق کردم محمد ابن عبدالله قریشی را که این انسان بنده الله و رسول الله هستند صلی الله علیه و سلم، و به همه امری که رسول الله میکنند اطاعت میکنم. طاعته فيما امر و اجتناب فيما نهى عنه و زجر، و اجتناب میکنم و دست میکشم از همه اون چیزهایی که رسول الله مرا نهی کرده اند، باز داشتند و منع کردند.
و لا یعبد الله الا بما شرع. و الله را عبادت میکنم به نشان دادی انا همین رسول الله، بنده الله صلی الله علیه وسلم. پس اشهد ان محمد رسول الله معناش همین است. تصدیقه فيما اخبر، باید رسول الله را تصدیق بکنی، قبول بکنی، اقرار بکنی و امرش را اجابت بکنی، نهیش را ترک بکنی و بزرگ شماری، احترام بکنی، تعزروه و توقروه. و بعد از این الله را عبادت بکنی به نشان دادی انا همین رسول الله، انا همین است اشهد ان محمد رسول الله. اگر در حقیقت شهادت تو صحیح باشد، راستین باشد، از صدق باشد، شروطش را داشته باشد که شرط اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، این یعنی اخلاص، اولش بگیم علم، یقین، صدق، محبت، اخلاص، القبول و الانقیاد، همه این شرط های صحت افغانه را داشته باشی، النفی و اثبات را داشته باشی. پس بارک الله فیکم، وقتی که این دو رکن به وجود آمد عبادت بنده قبول است بعد از بجا آمدن شرطش. فضیل ابن عیاض رحمه الله میگند اذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل. اگر عمل انسان خالصا لله باشد، شرک نداشته باشد، تنها به الله انجام داده شود، انسان موحد است، یک عمل را تنها به الله انجام میدهد، اما این عملش موافق سنت نه، موافق نشانداد رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، پس عبادت این انسان قبول نمی شود. چرا که رکن اول عبادت اخلاص هست، توحید هست، اما رکن دوم عبادت پیروی کردن از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. در دوام سخن میگن اذا كان العمل عبادت صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. این چنین اگر عبادت شما موافق سنت باشد، نماز شما موافق سنت است، حج شما موافق سنت است، روزداری شما موافق سنت است، شکل شمایل شما موافق سنت است، این همه عبادت است. اما اگر اخلاص نداشته باشد، یعنی اگر شما کفر بالطاغوت نداشته باشید، شرک را ترک نکرده باشید، براءت از مشرکین نداشته باشید، سبحان الله، پس این انسان اخلاص ندارد، رکنی یکمی عبادت را ندارد، پس عبادت این هم در نزد الله قبول است. چرا که در حدیث صحیح آمده است که امام مسلم و غیره روایت میکنند، پیامبر صلی الله علیه و آله نقل میکنند که الله میگه، حدیث قدسی است، الله سبحانه و تعالی میگه من بیزار هستم از کسی که اشرک معی غیری ترکته و شرک. من ترک میکنم همون انسانی رو و شرکش رو و از او بری هستم که در عملش به من چیزی رو کسی رو شریک قرار میدهد. یعنی الله اعلان کرده شده است براءت خودش رو از مشرکین، براءت من الله و رسوله. الله براءتش رو اعلان میکند که از مشرکین الله و رسولش براءت کردند، یعنی مشرکین کافرند، مشرکند، الله از عمل اونها، از خود اونها بیزار است. پس وقتی که یک انسان مشرک است عبادت او هیچ ذره قبول نیست، الله از او از عملش بیزار است. سبحان الله. در دوام سخن فضیل ابن عیاض میگند عمل همان وقت قبول می شود که ای یکون خالصا و صواب، عمل خالصا باشد و ثواب، یعنی انسان موحد باشد و عملش موافقی سنت رسول الله صلی الله علیه و باشد. یعنی انسان چخیل موحد باشد، اصل توحید را داشته باشد. هر عمل اصل دارد و اصل توحید این کفر بالطاغوت و بگوییم رکن لا اله الا الله، دو رکن لا اله الا الله و شرطهایش و ایمان به الله. بارک الله فیکم. پس این اصل ایمان است، اصل توحید است. برادران و خواهران بزرگوار، هر کسی که رکن عبادت را دارد پس عبادت او باذن الله سبحانه و تعالی قبول است.
باید امید از الله بکند و این چین باید از الله بترسد و این چین الله رو باید دوست بدارد. این سه شرطی که شرط صحت عبادت است. از مادرمون عایشه رضی الله عنها روایت است که البته حدیث صحیح است، در امام بخاری و مسلم روایت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. هر کسی که یک عملی رو انجام بدهد که این عمل به مانند عملی ما نیست، موافق عملی ما نیست، این عملش مردود است به خودش، این عملش قبول نیست. شما تأمل نمایید. این حدیث بیان کننده بزرگی رکن دوم عبادت است که متابعت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کردن، یعنی عبادت را موافقی نشان داده رسول الله انجام دادند. هر عملی رو که انجام دادید که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان نکردن، این عمل شما باطل است و مردود است. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم یگان بار همچون عبادت به نزد قبر رفتن، نشستن، دعای کردند، قرائت کردند یا که طلب کردند؟ نه والله. پس هر کسی که این عمل رو میکند، این عملهاش مردود است، ثواب نه، عقاب میگیرد، عذاب میگیرد، برای اون که بدعت رو انجام داده است. شما باید خوب دقت بکنید که بزرگترین گناه این شرک اکبر است و کفر اکبر است. بعد از این شرک اصغر است، بعد از این بدعت است و بعد از بدعت گناه کبیره میستد. یعنی بدعت، صاحب بدعت عملی که انجام میدهد ثواب فکر میکند، خودش رو حق میداند و این عمل رو از دین میداند. اما صاحب گناه کبیره این عملش رو گناه میداند، حرام میداند، لیکن به خاطر شهوت به این عمل دست میزند. از همین جهت بدعت از گناه کبیره، جنس بدعت از جنس گناه کبیره بزرگ است. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم مولدشان را جشن گرفتند و با همراهی صحابه نشستند؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل این صوفی های مشرک عباد القبور الغلات رقص و بازی کردند؟ سبحان الله. نه. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل این عباد القبور، مثل این سبحان الله اشاعره و ماتریده گفتند که الله در همه جا است، الله در بالای عرش نیست، الله در بالای آسمان نیست؟ نه، البته این سخن را نگفتند. پس عقیده اینها باطل است. هر عقیده که به وجود آمده است، هر عملی که به وجود آمده است که مخالف عقیده رسول الله، مخالف عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم است، باطل است. و در حدیث دیگر آمده است که مادرمان عایشه روایت میکنند، باز حدیث است، امام مسلم روایت میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هر کسی که یک چیزی نوی را به درون دین ما به وجود بیاورد، یعنی اعتقاد بکند که این عمل ثواب است، این عمل عبادت است، یک عمل دینی است، بداند که اگر همین عملی آوردهش موافقی عملی ما نباشد، این هم رد است. از همین جهت هر یک طالب علم و علما و اهل توحید وظیفه دار است که بدعت را بدعت بگوید و سنت را سنت بگوید. در غیر این حالت خیانت به دین کرده است. خیلی که امام مالک میگند هر کسی که بدعت را میبیند و اقرار میکند بدعت را بدعت حسنه میگوید، گویا رسول الله را خیانتکار گفته است. خیلی که امام مالک میگند من ابتدع بدعتا یراها حسنه فقد زعم ان رسول الله صلی الله علیه و سلم خان الرساله. هر کسی بدعت را انجام بدهد و بعد از بگوید که این بدعت حسنه است، به تحقیق دعوا کرده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به رسالت خیانت کردند. والعیاذ بالله، این کفر است. بدعت حسنه وجود ندارد. تمامی بدعتی که مخالف سنت است، این چی است؟ مذموم است. کل بدعت ضلاله، همه نمود بدعت این گمراهی است، صاحبش رو گمراه میکند. و کل ضلالت فی النار، و تمام گمراهی عاقبتش نار جهنم است. خیلی که بیهقی روایت میکند. پس برادران و خواهران عزیزم،
هر عبادت شما باید این دو رکن را جمع کرده و داشته باشد. اخلاص، توحید، ترک شرک، کفر بالطاغوت، الولاء والبراء و ایمان به الله و البته که متابعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. توحید یعنی بالکل اگر بگیم اخلاص و متابعت این همه توحید است. انجام دادن توحید الله و بعد از این انجام دادن توحید رسول، توحید متابعت، پیروی از رسول صلی الله علیه وسلم کردن. بعد از این سخنها میفهمید که پس عبادت کی قبول است؟ عبادت انسان موحد. چقدر انسان توحیدش ضعیف شود همان قدر عبادتش سبحان الله قبولش ضعیف می شود. برای اینکه هستن انسان هایی که البته اخلاص اصل دارد و فرع دارد. اگر اصل اخلاص رود نابود شود انسان کفر می شود، مشرک می شود. اما انسان اخلاص داشته باشد، شرک اصغر داشته باشد، اخلاصش ضعیف است و عبادت این هم ضعیف است، قبول شویش مشکلی دارد. پس بارک الله فیکم، شما در این مسائل به نهایت اهمیت بدهید و به همه رسانید که عبادت موحد قبول است و عبادت غیر موحد قبول نیست. از عبادت غیر موحد الله بیزار است. الله مشرک را، کسی که شرک ندارد، محمد پیروی از رسول الله صلی الله علیه وسلم ندارد، از خودش و از شرکش براءت کرده و از او بیزار است. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده 3 شرط صحت عبادت که الخوف و الرجاء و المحبه است بیان خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.